امروز اومدم اینجا تا یکی از کارهایی که تا حالا تو یوتیوب فارسی انجام نشده رو انجام بدم، یعنی بازی کردن بازی‌های نوستالژی. منظورم بازی کردن بازی نوستالژیه، البته با کدهای فاسد شده و خراب. نه درست فهمیدید، بازی کردن بازی‌های قدیمی با کدهای خراب. وسط بازی ممکنه کرش کنه، صداهای بلند بشنویم و یا حتی چیزای عجیبی که توی این ویدیو باش مواجه میشین. بزن بریم. اول از همه برای اینکه سیستم نترکه این کار رو روی صفحه مجازی انجام میدیم که نصب کردنش خیلی طول کشید. خب حالا که نصبش کردیم، بریم تا با یه بازی خاطر انگیز که البته یوتیوبرهای امروزی انش رو در آوردن شروع کنیم، یعنی سونیک. What the fucking چی اومد بالا؟ داشتم میگفتم باور نمیکنین که چه اتفاقاتی افتاد که به اینجا رسیدم. ایول بله بگذاریم. خب برای راستش این بار دومه دارم رکورد میکنم از اینکه گیم اپ باز شده. خب ما اوپن رام میزنیم و سونیک رو اینجا اد میکنیم، گیم باز میشه. دیگه رو سیستم من این گیم الان گفته باشم الان دست به هیچ چی نمیزنم. و الان خود گیم داره خودش خوش پلی میده. البته این چیز خاصی نیست، مال خود گیمه. و اگه ما یکم انتنسیو ببریم روی مثلا رو 626 و منتال بلست رو بزنیم، گیم شروع به گلیچ کردن میکنه و صدای پخ داره شنیده میشه. ببریمش بالاتر. 1902. اوش چه اتفاقی نیافتاد، فقط یکم بک‌گراندش کرش کرد. البته بستگی به سیستم هم داره که چقدر قوی باشه. Start to corrupt و بله سونیک رو سوزوندیم در آتش جهنم از بینش بود. خب برنامه کافی مسخره بود و بیاین یه بار دیگه تست کنیم. راستی تا زمانی که الان برنامه داره اجرا بشه چیزی بهتون بگم، سعی کنید که خودتونم بازیایی که دوست دارین رو بهم بگین که چه چیزایی اجرا کنم. اصلا مشکلی ندارم که چی باشه، البته یه سری محدودیت‌ها داره. یک، گیمی که گرافیک خیلی خاص یا مهمی داشته باشه اون نباید باشه، حجمش نباید خیلی زیاد باشه و اینکه امیدوارم میشه باشه که کامپیوتر هم بتونه هندلش کنه. یه بازی سبک مثل همین سونیک یا مثلا قارچخور یا پکمن یا بازی دیگه که خودتون بگین، هر چی که داخل کامنت بنویسید من میخونم و هر چی که خودتون بگین انجام میدم. بیاین دوباره تست کنیم. خب میارم روی 9300 و اوه اصلا وقت نکردم، اصلا کار کردم سونیک نیاد بالا دیگه، کنم پشیمون شد. نوشته ها چیه رو صفحه؟ این صدای داره میاد. آره بیاین تا موقعی که گیم داره پلی میشه چی کنیم؟ یه بار دیگه تستش میکنیم. ترای سوم
سلام. به خاطر تو شب و خوابم نمیبره، ریدم دهنت. خب سونیک در حال جلو رفتنه، داره موانع رو رد میکنه. منم دست به هیچی نمیزنم، دوباره گفته باشم. من اصلا دست به هیچی، بذار شروع کنم بعد شروع کن گلیچ کردن. illegal instruction. یه تلویزیونای خونه محافظه گفتم. بله خب اون موقع سگا مگا درایو این شکلی بوده، یعنی مثلا اگه شما درش می آوردین یه قطعه کوچیکی و ممکن میتونست همینقدر خسارت وارد کنه. یه تاثیر کوچیکی روی کارتریج میتونست روی همچین خسارت بزنه. خب بیاین قبل اینکه خداحافظی کنیم نابودش کنیم و بوم. نظرتون چیه یه بار دیگه ترای بزنیم ببینیم تا کجا میره، بعد ببینیم اصلا میتونیم خودمون بازی کنیم روش یا نه. این بار میذاریم ببینیم تا چقدر میخواد بره جلو، بعد تا یه چش عمل میکنیم. ولی خدایش خیلی بازی خاطر انگیز و باحالی ها. اگه این پوپیتو ترسناکش نمی‌کردن آره الان دیگه صدای آهنگاشو میشنوم ترسناکه برام. چرا مرده که رد میکنه دوباره ریست میشه؟ نمیشه داخلش پلی داد؟ دنگ من چرا اس اونجا شبیه 8 برای من خیلی عجیبه. ماربل زون. مثل اینکه من نمیتونم هیچ دسترسی روش داشته باشم تا یه مرحله میره جلو دوباره از اول شروع میشه گیم. بریم زون بعدی که داری چیه؟ اسپرینگ یارد زون. میانگش چه باله، خیلی آشناس برام. بگذاریم ما که کرم داریم. هر وقت ایرانش میکنم اونجا چیزی به اسم illegal extraction میاد بالا. وایسا ببینم توی بازی ترسناکی مثل سونیک داد ایوای ایکس وقتی که سونیک شروع میکنه حمله کردن دقیقا یه همچین شکلی میاد بالا. تصویرش رو صفحه میذارم. ولی فکت جالبیه این، فکر کنم نشون میده که رام گیم دستکاری شده. و بیاین تا ضربه نهایی رو بزنیم. بوم. خب این هم از ویدیو امروزمون. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. دوباره میگم اگر که گیمی دوست دارین که من پلیش بدم و خرابش کنیم تو کامنت برام بنویسین و بدرود.